خواهرم شما از بار زکات میبرید، پولی بار حساب نمیکنید. از بارتان اگر نرخ بارها همش به 85 گرم طلا رسیده باشد، بارها رو حساب میکنید و از بارها ربعش رو ببخشید ربع عشرش رو زکات میبرید. چه خیلی که مثلا از طلا زکات میبرید یا از پول مثلا از $1000 مثلا گفتیم $25 میبرید، عینا همین گونه از خودی بار زکات میبرید، از پولش نه، برای اینکه شاید اون رو فروخته نتوانید و به شما ضرر رسد. پولی بودگیتون به 85 گرم طلا برابر شده باشد، از پول جدایی از بار جدایی زکات میبرید. مثلا برو گفتیم به 10 تقسیم میکنید، به 10 تقسیم میکنیم، 10 قسمی کردگیتونه به 4 تقسیم میکنید، از 4 یکش رو میدید یا پولش رو عموما همش رو حساب میکنید و از نرخش حساب میکنید. از نرخش مثلا شاید شما یک چند تا کرته دهید یا شاید شما چند تا مثلا چیزی دیگر